Bubaks in your house. خوش اومدین بچه‌ها به این ویدیو. امروز اومدیم وودیو رادر بازی کنیم و بین بد و بدتر یکی انتخاب کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بزنیم بریم سراغ ویدیو. زیاد چرا من ترجیح میدم بوگاتی رو بگیرم. الان تو پول نداشته باشی ولی رفیق زیاد داشته باشی، خب چه غلطی می‌کنی؟ اصلا وجود نداره بابا، ولش. بچه‌ها من یه ویدیو واسهتون پلی می‌کنم. شما بین دو تا آیتم باید یه دونه رو انتخاب بکنید که کدومو بیشتر ترجیح میدین و بین بد و بدتره، یعنی هیچ خوبی این وسط وجود نداره. آماده این؟ سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ نوشته که شما دوست دارید تو کل زندگیتون فقیر باشین یا اینکه پولدار باشین ولی کلا 10 سال زندگی بکنین؟ من میگم فقیر باشم. من میگم فقیر باشم. زندگی بیشتر 10 سال زندگی سگی فقیر باشم. آره دیگه. پول خیلی زیاد. زیاد. چرا؟ پول خیلی زیاد باشه چرا؟ ولی من دوست دارم 10 سال زندگی کنم ولی یه طوری زندگی کنم که شاه اونطوری زندگی نکرد. حاجی منم نظرم همینه. ببین مثلا من 10 سال زیادم هم، من همون پولو میگیرم، بقیه‌اش مهم، یه روزم زندگی کردم کافیه. بچه‌ها نظر مردم رو ببینید نظر مردم 4% فقیر باشن منطقیه. به نظر من منطقیه. ترجیح میدین که دنیا با آدم فضایی بین بره یا با AI؟ حس می‌کنم آدم فضایی نابودش کنن قشنگ‌تر میشه، بیشتر حال میده. آره. ببین AI بخواد نابود کنه خیلی دارک میشه اصلا. آره خیلی چیز دارکیه. نظرم فضایی هیجانش بیشتره. آره. حاجی به نظر منم واقعا حال میکنیم دیگه، فضایی‌ها و سوپرمن و سوپرمن فضایی نیست. باش کریپتونایت. چرا؟ سوپرمن فضاییه؟ نیدی یا؟ داداش آدم فضایی. اصلا وجود نداره بابا، ولش کن. وجود نداره. من به نظرم اگر توسط آدم فضایی‌ها کشته بشیم بهتره. چون میدونی خیلی بده مثلا یه چیزی خودت بسازی بعد اون به فنا رفتنش هم مقصرش خودت باشی، خیلی بده. سوال چی بود؟ موشه من دکمه شاتداون AI میزنم خاموش میشه اصلا. چشم. سلام. به نظرم آدم فضایی خیلی بهتره. آره مثلا منتظرم. بذارید مردم دوستان 35% گفتن با آدم فضایی، 65% گفتن با بابا اینا اصلا حالشون بده. بذار من دهن آواز نکنم. نه اونا فکر کنم AI نایده بودن توی امروزی. اینا میخوان درد نکشن. فکر کردن AI آره نمیدونم همه. بعدا بگید بفرمایید ما یا اینکه توی لامبورگینی هست یعنی چی الان؟ اینو میگه که خود بیشتر توضیح بدی. 12 seconds later. خانم فراری بر منه؟ فراری بر منه؟ لامبورگینی یا فراری مشخصا خیلی مهمه. بوگاتی تمام. به فقیرا کمک می‌کنه. اونجایی که جواب میده بیاره پایین. من به فقیرا کمک می‌کنم. بفرمایید شما. من هوشمندانه فکر میکنم بوگاتی رو میگیرم، بعد اوضاعم خوب میشه دیگه، بعد دیگه به فقیران کمک میکنم. نه دیگه کلا داریش. داور میگه یه روز. من داور رو خدا به زهرت همین الان اون حسه مهمه. حسه به فقیر کمک کردن به حالت خوب میکنه یا تو بوگاتی بلند شدن حالت؟ اگه الان حساب کنیم منم الان بوگاتی. بوگاتی تو ولی بوگاتی بعدی من آره. ترجیح میدم مثلا میتسوبیشی چیزی باشه. امکانش هست. نه همین دوتا. خب اگه بوگاتی به من نمیرسه من برایش باید تو ماشین بلند شم. فقیر آره با ماشین از 2 نفر شدم فقیر 2 نفر شدم. خب. بذار بگم مردم گفتن که 22% گفتن به فقرا، 78% گفتن بذار من باز دهنمو ببندم. بچه‌ها گفتن که من دهنمو ببندم. درخواست داشتم. نه. حوصله سربرم حالتون خوب گیر کنم دور و برت باشن یا واسه همیشه تو زندگی تنها باشی و زندگی خوب بشه، یعنی حالت خوب باشه دیگه. تنها باشی ولی خوب باشی. یعنی که تنها باشه زندگی خوبی داشته باشی
یا افراد دیگه که حال خوب نیست باشون حوصله سربرم با صحبت بکنن. تنها باشم حالم خوب باشه طبیعتا. میشه من ترجیح میدم واقعا تنها باشم. alone تنها. من با تنهاییش مشکلی ندارم. اگه وضعیت خوب تنهای خوبه آره. چی به در بی مصرف بابا؟ What؟ سوال بعدی لطفا. بچه‌ها مردم ترجیح دادن 40% یه آدم حوصله سربر کننشون باشه خب ولی 60 تنها نباشن، 60% گفتن تنها باشیم و زندگی ما تنهایی بازم باشه. دهنمو ببندن. آره. دیگه نمیشه، دیگه به اینجا رسیده. دوست داری پول زیادی داشته باشی ولی بدون دوست، یا اینکه دوست فوق‌العاده خفنی داشته باشی، پولی داشته باشی ولی پول نداشته باشی؟ نه خب آخه ببین پول خوبه ما هم یعنی پاره میشیم. ولی همون الان مثلا تا چند وقت پیش خودمونیم دیگه، بچه‌ها هم خودی هم خودیم دیگه. مثلا تو پول نداشته باشی ولی رفیق زیاد داشته باشی، خب چه غلطی می‌خوای بکنی؟ الان می‌خوای چند وقت پیش بود مثلا چند سال قبل می‌خواستیم مثلا یه بیرون بریم نمی‌رفتیم. مثلا پارک قرار می‌ذاشتیم 2 دقیقه هم دیگه رو این اوکی بود ولی خب می‌فهمیدیم که الان نیاز به پول داریم. پولش اگه زیاد باشه چرا پول خیلی چرا من اصلا نمیدونم سوال چی بود ولی چون پول توشه من پول رو انتخاب میکنم. خب مردم چی ترجیح دادن؟ 55% گفتن دوست نداشته باشیم پول، 45% گفتن دوست خفن داشته باشیم ولی بریم. خب همینجا الان گند خورد به همه رفاقت‌ها. رفاقت بو شاش میره. من اول اشاره کردم به دیروز. الان من اشاره میکنم. الان من موقع اشاره کردم. الان تو من ریاکت اشاره ندادم، منم می‌کنم. ریاکت نمیدم. گیگاچا. سوال بعدی، ترجیح میدی که هیچ وقت تجربه درد فیزیکی نداشته باشی یا هیچ وقت تجربه درد احساسی؟ من درد احساسی رو انتخاب. نداشته باشی؟ خیلی خوب. برای بعدی من درد جسمی باجی. درد جسمی. آره. چون اون خیلی بده باجی. نه خب بستگی داره. میدونی احساسی هم بده ولی نه داشت ما احساسی ها رو کشیدیم دیگه جسمی هم آلبوم پر از بچگی کم سرسره. ببین این بستگی به آدمش داره. خب الان مثلا یکی مثل پوریا نمیتونم ازش جدا بشم. میگی چی؟ این آدمو نباید ول کرد. نه ولی بستگی به آدمش داره. بعضی از آدما درد جسمانی شاید بتونن تحمل کنن ولی روانیشو شاید نتونن. مثلا من احساس میکنم جسمانیه رو من نمیتونم تحمل کنم چون آستانه تحمل یه آدمی نسبت به جسم خودش شاید کمتر از ذهن خودش باشه. چی دندون درد نگرفتیم بدون چی. با اون گوش کنید یه نکته هست که میتونم بهتون بگم. وقتی که درد احساسی میگیرید میتونید با یه آهنگ کردی خودتون رو خالی کنید تو اتوبانا. دردش چقدره؟ درد خیلی زیاد. خب نه احساسی رو من میتونم تحمل کنم. درد فیزیکی نباشه. مردم چی گفتن؟ مردم ترجیح دادن که 64% گفتن درد فیزیکی داشته باشیم، 36% گفتن درد احساسی. نه یکی نداشته باشیم. نداشته باشیم. آره نداشته. من ترجیح میدم درد جسمانی نداشته باشم. ببخشید دیگه نمیتونم. این سوال خیلی دقت کنید به این سوال. نوشته که برمیگردیم جورج فلوید رو. کی هست؟ جورج فلوید برای نجات پرستی تو آمریکا کشته شد. کمک کنی که اون اتفاق نیفته یا زودتر GTA بازی کنی؟ جورج فلوید کسی بود که به خاطر سیاه‌پوست یعنی همین قضیه این داستانا کشته شد. یعنی اونو بری نجات بدی. آره. همین چند سال پیش بود. سیاه‌پوست بود؟ آره. بعد براش خب من زیاد الان محتاج این که بازی رو سری بکنم نیستم. جورج فلوید کمک. آره زیاد. منم به همون نجات پرستو کمک میکنم. نه چیز ضد نجات پرستی کمک میکنم. بیا حاجی گیمر باشین
از بچگی منتظر جی تی ای باشیم 100% جی تی ای رو انتخاب میکنیم. من 100% جی تی ای، چون هنوز هم نیومده. نفر بعدی حالا فکر کنم غیر انسانی باشه ولی ببینید بچه من گیمر بودم، از بچگی هم منتظر جی تی ای بودم ولی جی تی ای انتخاب نمی‌کنم. مردمی بوده که 65% جاشوری رو کمک میکنن. دهنم باز کنم. خب دوستان تا به اینجای ویدیو خیلی ممنونم که دیدین، ولی از اینجا به بعدش یه اتفاقی افتاد که ما نمیخواستیم بذاریمش، کات خورده و چون واسه اون اتفاق نتونستیم ما اوترو بگیریم اومدیم اینجا خدافزی کنیم بگیم آقا سابو لایک و کامنت یادتون نره، یا به قول معروف یه ساب بزن برامون دمتم گرم، و اینکه بریم ادامه رو ببینیم که چه اتفاقی افتاد.